آرمین رحیمیان انقدر پلیر ضعیفی نیستش که بخواد بیاد یه دفعه من و پدرامو سیاه بکنه گردن بگیره و بعد شما بخواید بریزید روش. مجید واشقانی پلیریه که بیاد بگه من پشت دست بازی میکنم 6 شبه داره میچرخه یه دونه نداشته کسی جلو. ساغر قناعت 1، مجید واشقانی 2 تا مافیا دارم میدم دستتون. مشکوک سوم بغلم نشسته با چالشاش با دیسلایکاش. جک باید بریزه این ور اون ور پخش و پلا کنه دیگه. چرا قفلی زده رو تو؟ اون مافیاه. هی هم گذاشته 80 دم شقیقه بازبند تپ تپ تپ. بین بچه‌هایی که الان در واقع حرفایی که من شنیدم بسیار خوب خانم قناعت شهر بازی کرد و خودت اتفاقا کسی که حتی حرف وقت کم میاره و گرداننده 2 بار بهش اخطار میده که بشین این بازی شهریه، یعنی حرف دارم، دل و جرأتشو داره. سرکار خانم بازوند شهر بازیه با 9 تا رأی شهر بازیه. کیا رأی خروج دادن؟ نیما و آقای نیکخواه. در اینها حتما یه شهروند ناآگاه و یکی از مافیا هاست. از این فکت‌ها خوشم میاد، ولی تنها کسی که میتونه اعصاب گادو خورد کنه بگه چشتو ببند آقا چشتو ببند ما این تویی. تنها کسی که میتونه اعصاب گادو خورد کنه بگه چشتو ببند آقا چشتو ببند ما این تویی. شما به آقای واشقانی میگین منو گردن بگیر بیا با هم بریم توی جنگ، بعد به خانم الیکا هم میگید که چرا پشت دست چرا با مجید بازی نمی‌کنی؟ اگر آقای واشقانی برای شما سفیدن پس چرا باهاشون تو جنگ میرین میگین گردن بگیر یا سایدی مشخص؟ من فکر میکنم جک یا شمایین یا آقای واشقانی. بازی که دیدم فکر درسته بین من و الیکا جان. خانم الیکا رو اگر موافق باشین امروز رای بدیم خارج بشن، جکو بدین بیرون برمیگرده، طلسمش رو دیگه نمیتونه عوض کنه. شما الان میخواین هی هر شب یک طلسم بزنید که جک فردا وقت جک باید شو بشه. خانم بازوند و آقای واشقانی به چه شکل فهمیدین پدرام سفیده با تمام فکت‌های مافیایی که روش میشست؟ یعنی در صورت آگاه بودن میفهمید که طرف سفیده، ما که نمیدونی. خب میخوای گردن بگیرمت؟ الان 100 گردن میگیرم. هر کس به مجید واشقانی رأی نده مافیایی سن. حتی اگر تبر باشم برم مجید واشقانی اگر این دست بمونه خودم کیک میکنم خودم. آرمین با مجید واشقانی بازی نکن، باهاش بازی نکن. مجید واشقانی خیلی باهوشه. مجید واشقانی نمیدونه که همشریک این استعلامشو گرفته، نشنیده. اینکه استعلام اشتباه گرفته حالا کاری نداریم ولی گرفته دیگه. میگه امشب با من بشینه یا با آرمین بشینه. شما پا شدین گفتین باز نیما برای من داره منطقی صحبت میکنه و چون تهاجمیه برای من شهردره، من مشکوک میشم با آقای نیکا. بعد جفتشون رو میخواین بیارین تو دفاع. آقای واشقانی خیلی راحت میخواست بگه که تو جکی، منم میتونستم پشت بندش بیام بگم آره بابا جک بدینش بیرون. اشاره کردم، چیز کردم، اعلام کردم، ادا در آوردم که نه این جک نمیتواند باشد. کی بازی رو میبره؟ اونی که سوسکی اینجا نشسته همینجوری میگه این گردن من جکه، گردن من جکه، هیچ دیتایی هم وارد بازی نمیکنه.